همدیوران عزیز همون امروز در ترکیه هستیم ولایت اسپارتا همین نیهول چهار رو میبینید نیهول خانه تامین آب و تامین غذایش از داخل همین ستانسیه بوده است همین خانه بوده است داخلش میشه میبینیم چی دارد من هم میبینیم ظرف هایی که داخلش آب میگیرن و دور میگیرن ای انا دور هم است اینجا با یک تا دوری سیاه اینجا یک تا دوری سبز کبود اینجا با یک کریچ نوی و اینجاش با سیاه اینجاش آبارین با چی از دیگر چیز منوای سیستمای پاداچا سیستمای ناسوس هایش اینجا با طور الکترونیک کرده شده است و ظرف های پر از دورو من اینا همش دورو هستن من میبینید برای که نیهول ها رو اینا ناز کلان کنن همین دورو ها رو مقدار معینش رو آمیخته کرده در داخل همین ظرف هایشون میاندازن این ظرف ها توپ میخورد بینید من اونجا من عرالش میکند عرالش کرده از اونجا کشیده بعد با واسطه همین ناسوس میتیان میرود با همون تجهیزات و میرود بعد نیهول ها بینید که چی درجه تا چی درجه پیشرفتگی هستند حتی این درجه ما میرویم استاسته خدا خواهد من این نیهول پروری ترک ها که نیهول به کسل به جرم کلان می شود ما از همین نیهول ها خدا خواهد به شما از همین نیهول خانه ولی نرخش رو معلوم کنیم رفته شینیم نیهول ها میبریم تو اینکه شما هم دیارین عزیز از همون نیهول ها در خانه هاتون پرورش کرده میوه های شهد و شکردار رو نوش جان کنید